چی گفته که ما چرا نمی‌فهمم چی میگه بابا باشه یا بابا باشه که یارو نزد نه خودی کرده ببین اگه مودم دشمن تو میگه که این میگه جینا همون جینه که در باید تو وحدت اومده بود شاید هم هم یه قضاوت کرده حقش گفته گوش کنین چی میگه. برادرم زنگیره کمک ایزام کشه گپ زنن. برادر عزیز چند سال شد برادر گایمرتی؟ یک نیم سال شد. مرحمت. رزولتات هست؟ بله. لچن گایمرید با داروی گیاهی برادر عزیز با دقت گوش کنید بعد سختنیش کنید رویش کنید. همه این برادرها الحمدلله پیش ما لچن گایمرید اومدگان برادرها پا و خرا مراجعت کنید هم برای زنها هم برای مردها. دوستان عزیز یکی از نشانه‌های گایمرید چیه؟ یکم پیشانی در میکنه، دوم چشم در میکنن، سوم راه نفس کشید خینه، چهارم تست گریپ میشه. برادر عزیز کدومی که همین نشانه‌ها داره میتونه که مراجعت کنه لچن گایمرید با داروهای گیاهی بیش پریس بیش لنگ به عذاب پروست زنگ میزنه مراجعت میکنه ما انشاءالله در خدمت شماییم. لچن گایمرید با داروهای گیاهی در شهر مسکو مترو بلامورسکی میتونه که برادرها پاوخرا مراجعت کنه انشاءالله در خدمت شماییم. ассалому алайкум ба кулли бинандагони шабакаи ютуб иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастем. бардони азиз ростига ман нами барномаи чақ гапу чапа тамошо кардам ҳеч я нафаҳмидам. шумо фаҳмида ягон чира то инами бобои қанд газават кардама то инами ҷаша ман ҳеч я нафаҳмидам. агар шумо фаҳмида бошад дар таи комментария бинависед. яки бобои қанд ҳамиҷа газават кардагия ҳақша гуфтагия гӯш кунем чӣ мега. اگر ترام تو ببینه یکم مودم دشمن تو میگه که این میگه جینا همون جینه که در باید تو وحدت اومده بود شاید هم چی گفته که ما چرا نمی‌فهمم چی میگه گوش کو نه چی یک بار گوشی یک شده نه خودی بلوگر همشهری باشه بخیزه گفت دروغه میتون بگیره جادره نه با دیون نه همین بلوگر همشهری که تو گوش یه برادر نه خودی کرده چی گوش میده؟ ما جوانو چی برات گیرم؟ جوانو پانو شده کردن باید در همه اساسیات بلوگران کنی باید باشه همیشه بابو ها باشه یکم بابو ها باشه که یارو نزد آیا میخواهید که استفاده از اصولهای طبیعی سلامتی خود را غمخوری کنید؟ پس با کلینیک زراوی بیایید که ما خدمت‌های هیجوما، بوچکای گیاهی و ماسک را پیشکش میکنیم. سیستم ایمنی بوچکای گیاهی برای تازه کردن بدن و بهتر کردن حالت عمومی شما. باور کنید بدنت پوست دم میکنه و ماسک باشد به شما برای استراحت و رفع استرس کمک میکند. هیجوما یک اصول قدیمی پاکسازی بدن توسط خونگذرانی میباشد که از تاکسین ها خلاص شدن و مستحکم کردن ارگانیسم کمک میکند. منفعت های سلامتی هیجوما بسیار جنبه است. مبادله ماده ها ایمونیتت را بهتر، خستگی و شدت را رفع میکند. اینچنین در مبارزه با بیماری های مزمن از قبیل درد سر، ارتریت، استیاخاندروز و دیگر بیماری های سیستم نوشک ها کمک میکند. سروغا شهر مسکو автомобильный комплекс ангар. انا این باشد رقم ها برای تماس. Клиника здоровья. Гамхори саламати.